عنوان اولین سوال های دکتر، تقریبا 2 دهه است یک سری عناوین شغلی مطرح میشه با عنوان تحلیلگر داده، تحلیلگر افراد، حالا دیتا آنالیست، پیپل آنالیتیکس، تحلیلگر داده های منابع انسانی، اچ آر آنالیتیکس. من میخواستم شما در مورد تاریخچه پیدایش این واژگان، این حرفه، این مشاغل توضیح بفرمایید و ببینیم که به چه صورت بوده و از کجا شروع شده تا اینکه رسیده به این نقطه. سوال بسیار خوبی هست. ببینید یه جمله بسیار معروفی رو من از یکی از بزرگان بگم که میگن که هر چیزی رو که بتونید اندازه بگیرید میتونید مدیریتش بکنید. این یه جمله است که شاید ده ها هست که در علم مدیریت و منابع انسانی مطرحه. در خصوص پیدایش این رشته و حرفه علمی 2 تا مقطع رو میشه در حقیقت مطرح کرد. یه مقطع طبق منابع علمی که از بزرگان این حرفه من دریافت کردم، یکی برمیگرده به دهه اول قرن 20 1910 تقریبا که رویکرد مدیریت علمی تیلور مطرح بود اونجا، که کاری که خود آقای تیلور انجام میداد به نوعی خودش یک رویکرد علمی و داده محور برای افزایش کارایی و اثر بخشی بود. در طول قرن 20 که بگذاریم نزدیک 100 سال برمیگردیم به مقطع دوم یا پیدایش دوم که دیسکاوری حوزه پیپل آنالیتیکس یا تحلیل داده‌های منابع انسانی بود. از 2010 تقریبا شروع میشه که این حرفه، و این هم دلیل داره که چرا از 2010 این موضوع مطرح میشه، به خاطر اون بحث بحران 2008 مالی که در آمریکا رخ داد. بحث آنالیز دیتا و داده به صورت کلی مورد توجه بیزنس ها قرار گرفت و از اون طرف حوزه منابع انسانی هم به عنوان یکی از عناصر کلیدی سازمان ها ورود پیدا کردن به این موضوع. خب از اون مقطع، یعنی تقریبا از 13 سال پیش که میشه گفت از 2010، این موضوع به شدت مورد توجه مجامع علمی و تخصصی و سازمان ها قرار گرفت و مطرح شد تحت عناوین مختلفی که حالا تو لابلای بحثمون صحبت خواهیم کرد، که از اچ آر آنالیتیکس شروع شد به ورک فورس آنالیتیکس، تالنت آنالیتیکس و نهایتا به پیپل آنالیتیکس. یعنی واژگان مختلفی رو سوار کردن روی این مفهوم که تفاوت مختلفی رو ما میتونیم در این خصوص مطرح بکنیم و دلایلش رو بشماریم. خب آقای دکتر، از نگاه شما چه تفاوتی بین پیپل آنالیتیکس، اچ آر آنالیتیکس، تالنت آنالیتیکس و حالا سایر آنالیتیکس ها وجود داره؟ مرزی که اینها رو از هم جدا میکنه چی هستش؟ بسیار عالی. ببینید، شاید از یه جنبه بحث فلسفی و نگاه به انسان تو این زمینه دخیل باشه و از یه جنبه به اسکوپ و گستردگی موضوع. یعنی ما اگر یک محور مختصاتی داشته باشیم، یک سمت میشه در حقیقت اسکوپش، یعنی از لحاظ عمقش، یکم بحث گستردگیش. این 4 تا واژه تقریبا مرسوم هست که خدمت شما عرض کردم: اچ آر آنالیتیکس، تالنت، ورک فورس و نهایتا پیپل. هر کدام از اینها یک اسکوپ خاصی رو در نظر میگیرن و یک عمق خاصی رو تو بحث تحلیل دیتا ارائه میکنن. ببینید، وقتی ما بحث مفهوم اچ آر رو مطرح میکنیم، بیشتر تو سازمان ها چی به ذهنمون میرسه؟ واژه دپارتمان اچ آر به ذهنمون میرسه. یعنی در کنار حوزه خود منابع انسانی یک سازمان، اون چیزی که به عنوان اولین چیزی که به ذهن انسان میرسه میگه آقا واحد اچ آر، دپارتمان اچ آر، دفتر اچ آر. خب تحلیل هایی که در حوزه اچ آر آنالیتیکس انجام میگیره بیشتر متمرکز به چیه؟ به فرایند خود واحد اچ آر. یعنی ما تو حوزه ریکروتمنت بحث برنامه‌ریزی و جذب نیروی انسانی، بحث آموزش توسعه، بحث ارتقا، میام چیکار میکنیم؟ فرایندهای حوزه اچ آر رو، دیتاهاش رو میگیریم، آنالیز میکنیم و بازخورد میدیم و اینسایت تولید میکنیم. برای کیا؟ برای خود اونرای اچ آر، یعنی کسایی که متولی حوزه اچ آر.
ولی وقتی یک مفهوم رفت سمت ورک فورس، هم دامنش بیشتر میشه، هم عمق تحلیل ما. یعنی وقتی ما واژه ورک فورس رو به کار میبریم، میریم به سمت نیروی کار خارج از سازمان. یعنی فقط بحثمون دیگه اینجا دپارتمان اچ آر نیست، بلکه ما آنالیز میکنیم، برنامه‌ریزی میکنیم که آیا نیازهای نیروی انسانی سازمان ما با توجه به مارکت نیروی انسانی در بیرون، فارغ التحصیلان دانشگاهی، نیازهای مهارتی آیا برآورده میشه. ما میتونیم یک تضمین خوبی به سازمان بدیم که آقا ما نیروی انسانی مورد نیاز شما رو با کیفیت تامین میکنیم در شرایط مختلف. پس ورک فورس میره به سمت چی؟ به سمت نیروی کار بیرون از حوزه سازمان و کسب و کار. وقتی واژه تالنت استفاده میشه، بیشتر توجه به آدمای با استعداد و نیروهای کلیدی سازمان معطوف میشه. یعنی ما آنالیتیکسی که انجام میدیم، تحلیل دیتایی که انجام میدیم، سعی میکنیم که روی جذب و نگهداشت و توسعه تالنت هامون، چون ما تعریف داریم دیگه، تالنت ها در سازمان آدمایی هم که هم عملکرد بالایی دارن، هم از لحاظ استعداد و توانایی بالقوه توانایی بالایی دارن. خب پس این روی واژه تالنت تاکید میکنه. ولی وقتی پیپل رو مطرح میکنیم یا واژه افراد، که البته من خیلی واژه فارسی درستی برای پیپل هنوز پیدا نکردم، چون وقتی ما میگیم پیپل منیجمنت یا پیپل آنالیتیکس، ما بگیم تحلیل افراد یا مدیریت افراد، خیلی واژه با مسمایی نیست. ولی به هر صورت مسامحتا میپذیریم که تحت عنوان مثلا تحلیل افراد، که در اونجا میاد دامنه کار رو به تمامی عناصری که یا ذی‌نفعانی که با حوزه کسب و کار و منابع انسانی ارتباط میگیرن، مثل مشتریان، مثل ذی‌نفعانی، مثل سهامداران، مدیران خارج از در حقیقت بخش بیزنسمون، مثل تامین کنندگان، این افراد، دیتاهای این گونه افراد هم میاد وارد آنالیز کار ما خواهد شد. چرا؟ چون ما برامون مشتری مهمه، برامون تامین کننده مهمه، برامون رقبا مهمن. آنالیز کردن دیتاهای اونها و دیتاهای خود اچ‌آر سازمانی که ممکنه یک سازمان 10,000 تا 2,000 تا 100 تا در حقیقت نیروی انسانی داشته باشه یا منابع انسانی داشته باشه، تمامی دیتاهای اینها گلوبال میاد چیکار میشه؟ بررسی میشه و این سایت هایی که در این حوزه تولید میشه بسیار عمیق‌تر، بسیار پیچیده‌تر و میتونه اینسایت‌های خیلی بهتری برای سازمان و کسب و کار فراهم بکنه. نگاه شما به عنوان سال دوم اینو پرسنهای دکتر، از نگاه شما در آخرین وضعیتی که در زمینه حالا PA، HRA، تحلیل افراد، تحلیل داده‌های منابع انسانی در دنیا و به صورت خاص توی کشور ما وجود داره و آخرین دستاوردهایی که در این حوزه هستش رو میفرمایید که چیا هستن؟ ببینید، این حرفه تقریبا میشه گفت که بسیار سریع داره رشد میکنه جای مجرد. یکی از عوامل مؤثری که در حوزه کلا پیپل آنالیتیکس خیلی مهمه، بحث تکنولوژی است و به ویژه تکنولوژی جدیدی مثل هوش مصنوعی. با ورود هوش مصنوعی و فراگیر شدن هوش مصنوعی که شرکت اوپن ای آی مطرح کرد و چت جی پی تی و فرم‌های مختلف هوش مصنوعی که الان تو مارکت می‌بینیم، خب یه تحول عظیمی رو و با سرعت بسیار زیادی رو در دنیا داره رقم میزنه و هم از بابت اینکه ما کار تحلیل داده‌ها رو خیلی راحت‌تر بتونیم انجام بدیم، آسان‌تر انجام بدیم، بتونیم در اختیار خیلی از علاقه‌مندان این حوزه بذاریم، هم از بابت پیچیدگی و اون خروجی‌های به هنگام و دقیق و با کیفیتی که مد نظرمون هست. خب پس ورود این تکنولوژی‌ها و ورود این موضوعات خیلی تاثیر گذاشته، ولی متاسفانه در داخل کشور ما با توجه من مطالعات و بررسی‌هایی که انجام دادم، خیلی اتفاق خاصی هنوز شاید به خاطر مسائل فرهنگ سازمانیمون، شاید به خاطر مسائل یه خورده جدا بودن از عرصه جهانی و تکنولوژیایی که مورد نیازمون هست در دسترس همه قرار نداره و کمبود اسکیل ها و توانمندی هایی که مورد نیاز این بحث است. چون به هر صورت ببینید، ما در سطح دانشگاهی، در سطح مؤسسات آموزشی و سطوح علمی و تخصصی هنوز خیلی مراجع
برپاقرصی برای اینکه افرادی رو بخوان تربیت بکنن تو این حوزه‌ها خیلی اندکه و سازمان‌ها واقعا تالنت‌های خوبی رو تا این حوزه هنوز نشناختن. خب این باعث شده که ما این حرفه رو تو ایران خیلی هنوز به صورت قوی نداشتیم. البته سازمان‌هایی هستن که خیلی خوب دارن کار میکنن، اندک شمارن، تعدادشون کمه و بیشتر سازمان‌هایی هستن که با حوزه تک و دیتا سر و کار دارن خودشون، یعنی اصلا خود اون سازمان یا اون بیزینس یا اون کسب و کاره با این حوزه سر و کار داره و اونا توانستن مثلا یه واحدایی رو ایجاد بکنن و پروژه‌ای رو در حوزه پیپل آنالیتیکس ران میکنن. بله خیلی ممنون. خب همونجور که می‌فرمودید قطعاً چون یک ماهیت میان رشته‌ای داره، برگردیم اگر سمت HRA Human Resource Analytics یک ماهیت بینابینی بین حوزه منابع انسانی، تحلیل داده، حالا کسی که تکنولوژی رو بتونه که همچین توانمندی‌هایی حالا قطعا لازمه، ولی خب میخوام ازتون این سوال رو بپرسم، فردی که بخواد تحلیلگر داده منابع انسانی بشه از نگاه شما چه دانشی چه مهارت‌هایی لازم داره و از کجا باید شروع کنه؟ سوال بسیار جذاب و خوبیه. ببینید من بارها خودم به عنوان کسی که تو این زمینه مشاوره میدم و تدریس میکنم مورد سوال واقع میشم، هم تو کلاس هم تو سازمانهایی که مطرح میشه سوال مطرح میشه. ببینید بحث این هستش که آیا ما یک فردی رو به عنوان پیپل آنالیتیکس اسپشیالیست یا متخصص تحلیل داده‌های منابع انسانی بیاریم در یک سازمان استخدام بکنیم، کار تحلیل داده‌های ما انجام میشه یا خیر؟ یا همچین فردی رو اصلا به عنوان یک فردی مثلا مثل حالا ما متخصص منابع انسانی داریم، متخصص حسابدار داریم، حقوقی داریم، ولی آیا آنالیست منابع انسانی رو در بازار کارمون اصلا وجود داره یا نداره؟ این بحثایی است که هم تو ایران مطرحه، هم تو سازمان‌های در کشورهای خارجی مطرحه. دو تا رویکرد وجود داره. یکی این که ما یک تیم تحلیل داده‌های منابع انسانی داشته باشیم که معمولاً با توجه به بحث میان رشته‌ای بودن که شما فرمودید و اینکه تخصص‌های متنوعی رو میطلبه برای اینکه یه تحلیل خوب انجام بدیم، چون یک فرد رو به نظر منده با توجه به مطالعاتی که انجام دادم نمیتونه همه ابعاد تخصصی یک موضوع رو پوشش بده و خروجی خوبی رو برای سازمان در بیاره. در مجموع اگر ما یک تیم در نظر بگیریم برای یک سازمان که بخواد تیم تحلیل داده‌های منابع انسانی ایجاد بکنه، حالا در چارچوب یک دپارتمان یا یک تیم مثلا حالا غیر رسمی یا رسمی فرقی نمیکنه، چند تا ویژگی یا چند تا اسکیلز مهم نیاز داره. مهمترینش که بک‌گراند همین هست HR. این فردی که میخواد تحلیلگر حوزه منابع انسانی بشه قاعدتاً بایستی از تجربه و دانش کافی در حوزه HR برخوردار باشه. چرا؟ چون اگر ذهن تحلیلی و ذهن در حقیقت مسئله شناسی در حوزه منابع انسانی نداشته باشه، ایشون اصلا با مسئله مواجه نمیشه. باعث اون مسئله تو ذهنش شکل گرفته باشه، بدون بیزنسش با چه حوزه‌های منابع انسانی، مسائل منابع انسانی داره دست و پنجه نرم میکنه، بر مبنای اون پروژه‌های تحلیلی تعریف کنه. دومین اسکیلز یا تخصصی که مد نظر هست شاید تخصص آماری باشه که حالا نترسونم دوستان رو که مثلا فکر کنم باید آمارهای بسیار پیشرفته رو بلد باشن، خیلی، ولی قطعا تخصص آماری داشتن در این حوزه خیلی کمک کننده است، هم تو آمار توصیفی هم آمار استنباطی و ابزارها و نرم افزارهایی که در حوزه آماری مثل R, SPSS, اکسل یا روش‌های دیگه که مطرح است بسیار مد نظره. یه اسکیلز خیلی جالبی برای من مطرح بود توسط یکی از مؤسسات AIHR هلند مطرح بود، اسکیلز مارکتینگ. میگن تحلیلگر منابع انسانی، کسایی که در حوزه تحلیلگری دارن کار میکنن حتما بایستی مارکتینگ بلد باشن. چرا؟ چون اینسایتی که دارن تولید میکنن باید بتونن بفروشن. متاسفانه در سازمان‌های چه ایرانی چه خارجی مدیران ارشد و مدیرانی که درگیر بیزنس هستن، درگیر عملیات اصلی اون بیزنس هستن،
خیلی به حوزه منابع انسانی توجهی ندارن. منابع انسانی به عنوان یک فانکشنی که باید سرویس بده نگاه میکنن. ولی اگر توانمندی مارکتینگ و فروش اون ویژوال هایی که ما تولید میکنیم، اینسایت هایی که تولید میکنیم، چجوری اینسایت ها رو تولید میکنیم و چجوری بفروشیم، چه زمانهایی با چه متدهایی، خودش به نظر من یک اسکیلز و یک کامپتنسی است که میتونه کمک کننده باشه. مهارت آیتی، اصلا سازمان ما زیرساخت آیتیش چیه، فرآیندهای آیتیش چیه، کی دیتا رو گاورن میکنه، کی حکمرانی داده ها رو بر عهده داره. بحثایی که مربوط به حوزه آیتی هم هست قطعا در تیم تحلیل داده ها مورد نیاز هست. و نهایتاً خود توانمندی های مربوط به آنالیتیکس که اون متدها، فرآیندها، ابزارها و روش‌های مربوط به تحلیل دیتا رو بایستی در حقیقت این افراد یا اون تیم حتما داشته باشن. مثلا تو یک تیم یک فرد دیتا ساینتیست رو یا فردی که علوم داده کار کرده نیاز هست که بتونه کمک بکنه، یا با ابزارهایی که ابزارهای تحلیل داده ها هست مثل پایتون یا ابزارهای هوش مصنوعی مثل ماشین لرنینگ، ابزار اینچنینی در سطوح بالاتر تحلیل داده ها قطعا. پس یک ترکیبی از ما مهارت‌ها، تخصص‌ها، تجربیات رو با هم دیگه میتونیم داشته باشیم که یک فرد به نظر من به صورت واحد نمیتونه همه اینها رو داشته باشه. میتونه در قالب یک تیم باشه، ولی خب بخش‌های آنالیتیکس رو میتونیم به یک اسپشیالیست پیپر آنالیتیکس در حقیقت قرار بدیم که این بحث‌های تحلیلش رو انجام بده.